السلام علیکم داملای محترم. من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک‌های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیدیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بی‌فرزندند، بلند برداشتن فایز اسپرما، خون گرفتگی پا و رگ‌کشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیسم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده. سمیانوند برای اشتها و بزبله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه راضی شما. السلام علیکم داملای محترم. من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک‌های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملال شیم از این سخنها، بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود. پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید یوسف خرزاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدن و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردن، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردن که اینا بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که با سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است با سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنید. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین، لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر میاندازین، چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من از حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی، این لباس ها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرایی که همین لباس ها را از راه های دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین
مردم مسلمان کولابی ما شد. من فتوای 4 امام به شما میگم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگه؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی. حیایشون باز در دیگر دخترها، در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتون اجازت ندین اگر سخن شما در خانه تاثیر داشته باشد. از شما خواهش دارم با سوال زیرین جواب گویید. ما کارکنان PMK 31 ناحیه واسع هستیم. التماس ضرور است. سیمیچکه را خوردن درست است یا نه؟ بعضی کلانسالان میگویند که خوردنش جایز نیست زیرا که نمک دارد. شما چی میگویید؟ اکنون نمک داشتن دلیل نادرست بودن این حلال کرده های خدا نداره. برادر عزیز، هیچ کس حق ندارد که چیزی را خدا رخصت داده است به خوردنش وای گوید که این نادرست است. این در صد نامعقولم کرده است و توبه به سوی خدا کند. حق حرام کردن و حق منع کردن فقط و فقط پروردگار دارد. چیزی را که خدای مهربان برای ما حلال گردانید وای حلال است. چیزی را خدای مهربان حرام گفت برای ما و شما حرام است. برای من هم شنیدم، چند بارها می شنیدم که سیمیچکه را نخرید که اوبال است، ولی هیچ اوبالی نداره. فقط شاید بزرگای ما یک چیز به اعتبار گرفتن که در راه خوردنش اجازت نیست. خود از روی مدنیت نیست. وقتی آدم سیمیچکه خورده در راه می رود. یا مردم ما و شما تا اندازه بعضی همون افلاس و چیرکیم که در یک جا نشستیم همونجا را گوییم وقتی از همونجا می خیزیم خواه از آب دهنت، خواه از سیمیچکه، خواه از پیسته خوردگی همون موضع را دیگر نگاه کرده نمی شود. اینقدر افلاس های بعضی ها. ولی بینین 3-4 بچه سر به سر شینن در پیششون پیسته باشد همونجا میخورن. خواه قدی راه باشد، خواه جای باشد که با یک آدم دیگر در او جمعیت نشستن داره وقتی میرود میبیند یک جای افلاس نشست که نمیتواند. برای همین کوشش که مردم ما گرمانیا را تعریف میکند، مردم ما ترکیه را تعریف میکند. من خودم از امریکا هم امریکا را تعریف کردم که در قد راهش یک کاغذ نیست، یک کاغذ در قد راه نمیپرتایند، حالا که اونا میلیون کیلومتر از قرآن و از محمد دورند. ان الله نظیف یحب النظافه. حالا که پیامبر ما میگه به خداوند پاک است، تازه است، پاک تازه را دوست می‌دارد. آخه تازگی همش از ما است. این گوهر ای ما بود، این عزت از ماست. بهترین که بود اونها گرفتنش. ولی الحمدلله امروز مسلمانای ما هم تازهش بسیار است، ولی در برابرش جوانای عزیز سخن مرا شنوین، با به دیگرها رفته گوین شما هم که در همین قدای ره نگاه کنین 3-4 بچه شیند در پیشش نشستگی اونقدر گویم که آب دهنش هم توف میکند همون زمین پلید میکند. در پیشش در جایی که می نشیند همونجا توف میکند، همون توف کوچه نگاه کرده با لذت بردن میگیرد. با یک نفر همونجا آمد نشست، از همونجا علکه چی است ناراحت میشود، میگه که خدا زده کی بود اینجا توف کرده است. اونا میگه خدا رحمتت کند، میگه این کدام خدا زده کدام بی تمیزی بوده است. ببین آدم به سر خودش علکه دعای بد میخرد از کردار این ناجایز و ناخوبی خودش. برای همین پیسته میخری، سیمیچکه میخری دادن در یک کنارک، حتی در بازارها خوردن منع. هزارها آدم رفته آمد دارد. دادرای ما برادرای ما را میبینی خورده ایستند در قد راه مردم. یک جا پناهک رو خور، بازار در خوردن من نیست، فقط پناه ترک خور. بعد اون برادرایی که شما هم همونجا پخت و پز و گویم که هر چی میپذین همون هم یک طرز کنین که همین بنده های خدا نمایان نباشن خوردنده. یک آدم راهداری است، یک آدم گرسنه است، یک آدم تشنه است، باید که خورد و نوشد، ولی جای خودش باز نگه کند. برای همین سیمیچکه خوردن گناه نیست،
مگر طرزی درست داشت، جاهای خوب در روین، یک جای کناره در روین، یک جای پناه در روین، یا در کجایی که خوردن حال بعضی ماشین ها را ببینین. مثال هم بچه ها میگن از تاکسی هایی که از راه های دور میارن، همون پساد خوردگی همون زمین ها پوری ناس و کدامش سیگارت میکشد و کدامش ناس توف میکند و کدامش مثال سیمچکه میخورد. همون ماشین هم در حالتی گویم ناخوب قرار میتید. این هم از جهت افلاسی همون آدم است، همون خودش به تمیز است، همون خاندانش به تمیز که است، انا همون خیل میکند. وای همراه در یک سلفنک بگیر، در یک کاغذ بگیر. نخواهم یارم ما تاکید کنیم، شما کودک نیستین کو؟